موضوع انشا علم بهتر است یا ثروت؟ چه عجب، بالاخره ما نمردیم تو این کلاس انشا. دیدیم یه دونه موضوع انشا مثل بقیه کلاس های انشا دادن که شبیه کلاس. چی میگی؟ چی میگی تو؟ نه اصلا عجیب بود از شما ولی بود. این خیلی انشا معروفیه. علم بهتر است یا ثروت؟ جالب بود. والا عرضم به حضور شما که چند روز پیش بود که ما در خانه ما نشسته بودیم و زندمانی من را می کردیم و من سخت مشغول تف کردن روی پاک کنم بودم. چی آقا؟ تف خودمه، پاک کن خودمه. مجبور. چرا؟ چون که نزدیک باز شدن مدارسه و چند روز پیش مادرم به من گفت که وسالیه‌های پارسالم بود که مال پیار سالم بود که از پس پیار سال مونده بود که مال بچگی های غلام و گلنار بود بیارم تمیز بکنم که امسالم انشالله استفادهش بکنم. بعد آقا پاک کنن اینقدر چیک شده بود، اینقدر چطافت بود، بوان میداد سوراخشم کرده بودم. بعد آقا